در بخش اول برنامه یکی از بانوان موفق مهمان ما است، کسی که همیشه تلاش کرده که قصه های زیبای افغانستان بیان کنه و فرهنگ زیبای افغانستان به نمایش بگذاره. خبرنگار و کارآفرین، بنیانگذار مجله آریانا، بانو آریانا ابوی مهمان ما هستند. آریانا جان، سلام به شما، وقت شما بخیر. سلام مجیب جان و سلام برای هموطنان عزیز که این برنامه زیبایتان تماشا میکنند. تشکر بسیار زیاد که مرا دعوت کردین در این برنامهتان. سلامت باشین. خوشحال هستم آریانا جان که شما را در برنامه با خود دارم. امروز میخواهیم راجع به شما و همچنان راجع به کارها و فعالیت‌هایتان مخصوصا در مورد مجله آریانا زیادتر بفهمیم. اگر لطف کنین در شروع در مورد خود بر ما بگوین که چطور و چی زمان علاقمند شدین به کارهای خبرنگاری و روزنامه‌نگاری؟ بله، تشکر از سوالتان. وقتی که مکتب میرفتم در لندن، همیشه کسان مثلا پرسان میکردن از کجا هستیم؟ من میگفتم از افغانستان و همیشه در ذهنشان میگشت که افغانستان یک جای جنگ است، خطرناک است و من همیشه خاطرهای خوب داشتم از فامیلم که قصه میکردن راجع به افغانستان و من میخواستم امی تغییرات بیارم که برای کسانی که افغانستان نرفتن یا کسانی که دور از وطنشان هستن که راجع به افغانستان معلومات داشته باشن. باز در فاکولته رفته بودم در برونل یونیورسیتی آف لندن که در اوجا شروع کردم تحصیل مرا در رشته ژورنالیسم و برای 3 سال درس خواندم در او رشته. باز در اوجا فکرم گشت که یک مجله شروع کنم راجع به افغانستان. وقتی نیست کدام مجله که در انگلیسی باشه راجع به افغانستان که خوبیایش نشان بده، مقبولیش نشان بده از هر طریق. باز در او وقت فکرم بود که یک مجله شروع کنم و همچنان در او جریان من رئیس انجمن افغانا بودم در امی فاکولته برونل یونیورسیتی آف لندن که چند تا برنامه می گرفتیم، مثلا فرهنگی نوروز بود یا دیگر برنامه بود و همچنان پالوی امو پول جمع میکردیم که کمک کنیم نیازمندای افغانستان. یک بمب آب در فیصل بیگ کابل تیار کرده بودیم و از او طریق زیاد علاقمند افغانستان بودم که کمک کنم و همچنان مقبولیش نشان بدم و 2 بار میشه تانا افغانستان رفتیم، کابل افغانستان، و همیشه در قلبم است افغانستان و خاطر خوب افغانستان همیشه نزدیکم است. عالی، عالی، بسیار خوب. خب برای وطنداران ما که بیرون از افغانستان زندگی میکنن، برزونا دوستا همیشه خیلی سخت می باشه وقتی که یک تصویر نادرست و یا هم یک تصویر زشت از افغانستان در میدیا نشان داده میشه و در مطبوعات و در رسانه ها نشان داده میشه. به او خاطر واقعا بسیار زیاد مهم است که یک تصویر زیبایی از افغانستان ما به نمایش بگذاریم، افغانستان واقعی را، فرهنگ زیبای ما را و مردم زیبای ما را، چیزی که بسیاری از مردم در دنیا در موردش نمیفهمه. آریانا جان هم همین کار میکنن دوستان از طریق مجله آریانا. چه خوب نام مقبولی را انتخاب کردین برش. نام شما هم آریانا است و نام مجله تان هم آریانا است و همچنان نام سابقه افغانستان آریانا بود دیگه، چند معنا داره. بله، خیلی خوب، خیلی خوب. در مورد این مجله میخوایم کمی بیشتر بر ما بگوین. شما گفتین که اولین مجله است که به لسان انگلیسی نوشته میشه. خوانندگان این مجله کیا هستند؟ آیا فقط وطنداران ما و شما هستند و یا خارجی ها هم علاقمند هستند و این مجله را میخوانند؟ بله، ما شروع کرده بودم مجله آریانا مگزین جام دارم یک چند کاپیشه. دلیل ما همی بود که کسانی که افغان نیستن راجع به افغانستان معلومات داشته باشن. وقتی همیشه در خبرها که شما گفته بودین همیشه منفی نشان میشد راجع به افغانستان. وقتی رو میخواستم زیادتر خواننده‌های ممی آریانا مگزین، مجله آریانا مگزین باشه کسان که افغان نیستن و خارجی ها باشن و زیاد الحمدلله است خواننده که از خارج هستند و بسیار خوب مثبت برای ما گفتن که
وقتی که خواندن مجله آریانا مگزین بسیار تغییر برشان آورده بوده راجع به افغانستان، که یک کشور بسیار زیبا است، بسیار منظره مقبول داره، فرهنگ مقبول داره، مردم به استعداد داره و کلتور خوب داره، یک تاریخ بسیار خوب داره. بسیار دیگه برای ما امی گپایشان برای ما میگفتن وقتی که میخواندن مجله آریانا مگزین، و هم در دیجیتال هم است و در چاپی هم است. و همچنان میخواستم خواننده‌اش باشه که کسانی که دور از وطن هستند و کلان شدن، مثلا در کشورهای غربی، اروپا، انگلستان، امریکا، که معلومات داشته باشن و نزدیک باشه بر فرهنگشان، که فرهنگ بسیار یک مهم چیز است و وطن بسیار یک مهم چیز است که راجع به خود بفهمین که از کدام کشور آمدیم، فامیل ما از کدام کشور آمده و راجع به وام معلومات داشته باشیم. دیگه برای افغان ها را مسته و غیر از افغان ها را مسته این مجله. جالب، بسیار خوب، خیلی خوب است که هم وطنداران ما ایره بخوانن، مخصوصا نسل نو که در خارج اینا تولد میشن و کلان میشن. اونا خوب است که با امو زیبایی های افغانستان، با فرهنگ افغانستان، با تاریخ افغانستان آشنایی پیدا کنه و هم برای خارجی ها. من نمیفهم که امی خبرنگارا و بعضی از رسانه ها که همیشه تصویر نادرست و زشت افغانستان نشان میتن، دایی یا چی کمایی میکنن، حتما از این طریق پولی به دست میارین یا چطور؟ ما با یاد دارم آریانا جان، ببخشید حرف شما رو هم گرفتم، یکی از در وطن نارسایی های هم داریم، مشکلات هم داریم، اما به هیچ عنوان تنها جنگ، طالب و مواد مخدر این تنها افغانستان نیست. و افغانستان چیزی است که شما اون از طریق مجله تان و از طریق دیدتان شما بر مردم نشان میتین. بسیار خوب است، خیلی عالی است. از یک طرف اون شما یک تصویر زیبای از افغانستان از طریق مجله تان به مردم به نمایش میگذارین و از طرف دیگه خوب است که می فرهنگ مجله خوانی هم زنده نگه داشته شود و مردم تشویق شود به مجله خواندن، که من شخصا بسیار دوست دارم. ما در زمانی که کودک بودیم و نوجوان بودیم، ما به یاد دارم همیشه در بکسم یک مجله ماندگی می بود، جایی که می دیدم مجله رو دیگه خیلی خوش می بودم. بسیار خوب، نه بسیار یک خوب چیز است. باید از می نگاه شود، کتاب خواندن، مجله خواندن بسیار خوب چیز است. وقتی همه چیز حالا در اینترنت است، در تلفن ها است، خوب است که نگاه کنیم امی فرهنگ کتاب خواندن، مجله خواندن بسیار خوب است. یاد میکنم. عالی است، عالی است. آریانا جان، واقعا کار شما بسیار مهم است، بسیار با ارزش است برای تمام افغانستان. واقعا شما ماشاءالله کارهای خیلی خوب کردین در بخش فرهنگی، مخصوصا این چیزی است که نیاز است، مخصوصا این روزها و در این شرایط. بر شما در تمام عرصه های زندگی موفقیت آرزو میکنم. امروز بسیار زیاد خوشحال شدم که در جان گپ مهمان ما بودین. تشکر بسیار زیاد مجیب جان که مرا داشتین در این برنامه مقبولتان